شرکت ایشن اکسپرس از 1 اپریل امسال حرکت مسافربرها به 6 شهر ازبکستان را آغاز خواهد کرد. همکنون علاقمندان سفر به ازبکستان می توانند توسط اتوبوس‌های شرکت به چند شهر کشور همسایه سفر کنند. زینو، ترمز، سمرقند، بخارا، تاشکند، هم از خوجند هم از دوشنبه. ایشن اکسپرس یکی از شرکت‌های سیاحی با توسعه امکانیت‌های سیر و سیاحت به کشور همسایه از خود ازبکستان خریداری 200 عدد اتوبوس نو را درخواست کرده است. مسئولین میگویند روزهای نزدیک هیئت شرکت به تاشکند سفر انجام می‌دهند و مسئله نرخ نیز نهایی خواهد شد. توسعه امکانات‌های کار و هم حرکت اتوبوس‌های مسافربر در بین دو همسایه کشور بعد آن امکان پذیر شد که از روز 16 مارس ازبکستان و 19 مارس تاجیکستان مرز را برای همدیگر باز کردند. همکنون شهروندان دو کشور با شناسنامه‌های خارجی خود می توانند در فرصت تا 30 روز بدون ویزا به خاک همدیگر وارد شوند.